برای جدم ندیدم در حدم. بده 6. جوکر 2 رو اگه بخوام تو یک کلمه توصیف کنم میگم که لندکروز، چون جوکر 1 هم یعنی 206 و فرقی بین 206 و لندکروز نیست. پیشنهاد میکنم، البته چه پیشنهاد بکنم چه نکنم، شما جوکر 2 رو میبینید، ولی خیلی این سری جالب و بامزه شده، آیتمای باحال داره و شرایط جذاب. اگه بخوام خودم رو توی یک کلمه بگم در جوکر 2 میگم کاتالیزور. بیشتر قسمت‌های جوکر 1 رو دیدم، آره باحال بود. اما این تیکه معروف حامد که خیلی ترند شده بود، آره بامزه بود. ریاکشن همگروهیام بعد از دیدن من خب لبخند زدن، خوشحال شدن به ظاهر، ولی تو دلشون فکر کنم فحش دادن. دیگه به هر حال ترسناکه دیگه شرایط، اونا میدونن از کجا قرار بخورن. من با بداهه اومدم دیگه، منو بداهه شما همه دیگه سپردن بیشترش واقعیت به بداهه و موقعیتایی که تو لحظه اتفاق میفته. آسون ترین کار برای من خندیدن. من الان بزرگترین مشکلم اینه که احتمالاً خیلی زود خندم میگیره و میام بازی بیرون. امیدوارم به هر حال بتونم بیشتر تو این بازی برم. ذره از شوخی‌های خودم میترسم، چون من یه چیز بامزه یا طنز تعریف میکنم اول خودم خندم میگیره. این یه ذره کار برام سخته. کلا این برنامه برد و باختی نیست. اون کسی میبره که لحظات شاد بیشتری رو خلق میکنه حتی اگر زود از این بازی بیاد. و ببینید من باشون دارم چیکار میکنم دیگه. میدونم غیر قانونی خیلی میچسبه، ولی سعی کنید قانونی ببینید کار. خیلی مخلصیم. خیلی هم دوست داشتم یه استفاده ای از این کره بکنم، ولی خوش میکنم به دنیا و مال دنیا. شب بر همگی خوش.